بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من سید محمد عابد سادات شما را به برنامه حسن خط خوش آمدید میگم. موضوع برنامه ما از سوات. در برنامه قبلی ما سین کش را کار کرده بودیم. حالا میخواهیم حرف سوات را کار کنیم. کتنو که نی به این سیستم تا اینجا را میاریم. بعدا از اینجا کتنیم قلم کش میکنیم تا اینجا را و کتنو که نی صفا میسازیمشه. شاگردان عزیز شما به امی قسم کار کنید، تمرین نمایید تا خط شما مقبول شود. این از اینجا یک قلم مثل که در اونجا کار کرده بودیم بازم ایره قلم رو میچسبونیم، کش میکنیم آهسته آهسته قلم رو دور میتیم. مثل که در حرف سین یک نقطه در اینجا داشتیم، دیام امو رقم است. سر سوات دو قد قلم می باشه. و این بلندی از یا یک قد قلم و یک نیش قلم است. خانه سوات خمی فهمین که 5 نقطه می باشه. 1 2 3 این هم 5 نقطه. حالا می خواهیم که امی حرکات سوات را نشان بدیم. به این قلم را میگذاریم با نوک قلم آهسته آهسته این رقم. بعدا این قلم را میگذاریم به طرف دست چپ کش میکنیم، به نوک قلم جورش میکنیم. شاگردان عزیز اگر میخواهید که شاید خوشنویس بنویس شما باید تمرین زیاد کنید تا که شوین خوشنویس. مثل که در اینجا یک نقطه میگذاریم، بعد از یک نقطه قلم را میچسبونیم. این ترکاتش متوجه باشین. اگر میخواین که خط بیاموزین حرکات دست را متوجه باشین. تمرین هم زیاد نماییم و حرکت مهم است. این بود درس امروزی ما. شما را تا درس آینده به الله بی نیاز می سپاریم.